یو ورځ مخکې موږ په دې خبرې کړې وې چې فیمیلی کمپوننت څنګه کولای شو چې رای وړو به یک مادر فیمیلی چه رقم بیاریم. امروز اونمو رای آسانترش میخوانیم که چه رقم میتونیم از چی استفاده کنیم فیمیلی را پیدا کنیم و از او استفاده کنیم. باز فیمیلی که است یک خب مثلا در ارکیتکچر میری در کمپوننت ای را خوانده بودیم نه در خب مشکلی نداری میری پلیس کمپوننت یا کمپوننت که ضرورت داری اونمو را میاری حالی مثلا اینمی میز هستن دیگه اگر در پراپرتیز بیاین اینجا میتونی تغییرم بتین یا دیگه چیز میارین جا بجایش کنی یا اینجا میری لود فیمیلی را لود میکنی. ولی تو میتونی در 2019 شاید از این پیشترم در دیگه میشد اینمی را چه کنین خوردش کنین. اینجا ما در دسکتاپ در دیگه سکرین داریم خب فیمیلی را انداختیم در یک فولدر هستن خب یکی به شما معلوم شوه او را چی میکنیم یک بغل میاریم ایرویت و او طرف این او فولدر فیمیلی که هستن اینمی را باز میکنیم معلوم میشه برای تا نه. در رویت ساده میتونین هر جایی که فیمیلی داشته باشین مثلا اینمی بدستن ای را کلیک کنین ای تو کشش کنین اونجا نشانی مثبت که برایت معلوم میشه در شیشه اونجا خودش لود میشه به این پروژه اون لود شد هر جایی که میخوایی اینمی را بانین و دیگه طریقه خب برایت گفته بودیم که در سپیس میتونی روتیت کنی یا وقتی که بانیم میشه که شما ای را روتیت کنین اینمی اینجا میمانی. اگر حالی دیگه فیمیلی میخوایی مثلا اینمی دور هستنی چه شد دور اینی تو بگیرش کشش کنی خودش اینجا اپگرید میشه و در اتودسک ریویت 2014 هستن ما 2019 داریم اون اپگرید شد اینجا باز میشه که از این فیمیلی استفاده کنیم. این اونمو دروازه آمد اینم اینجا در فامیلی 2019 آمد اپگرید شد. یک اونجا که در خود ریویت باشی باز هر چیزا که میاری مثلا از رای دور که می رفتیم تنها دور ما میتونستیم که لود کنیم نه فیمیلی ولی اینجا هر چیز اگری تو بگیرین این از اینجا بگیرین شفت بگی تا اینم اینجا چیزی که هستی تو بگیریش بیاریش کلش اپگرید میشه. اگر دایی ورژن نباشه در 2019 نباشه کلش دایی پروژه تان میاد تنها کلش سلکت میکنی میاری در خود پایل ریویت چی میکنی فایل مکسا گرنگ نمیشه؟ گرنگ میشه چیزی که ضرورت داری اونمو را بیارین او فیمیلی که ضرورت نداری هیچ نبیارین هر چقدر که فیمیلی زیاد باشه در یک پایل او قدر باز گرنگ میشه. چیزی که ضرورت داری ما به خاطر برایت گفتیم که میتونی یک جایی اگر سورت کنی در یک پروژه کار میکنی مثلا در شما درختم کار داری دروازم کار داری خودی کلکینم کار داری میشه در یک پایل پرتین یک دپایی بیاریش که وقت نگیره نه. اینجا سپروز ما گفتیم که از مثلا دروازه اگر میاری مجبور هستیم مثلا دروازه از فیمیلی دو اگر کلکی نمیاری مثلا کلکی حالا خودت میگید مثلا در فامیلی میگوشی یک جای میاری میشه امکان ما به خاطر اونجا گفتیم اگر اونجا دروازه لود میکنی در بین پروژه باشی اونجا دیگه چیزی لود کرده نمیتونی ببین حالی باز برایت بگیم خب اینجا میری اگر اینجا بری در دروازه خب این اد دور اگر ما در فیمیلی بریم در فیمیلی اینجا تنها چی لود کرده میتونی دروازه را لود کرده میتونی دیگه چیز لود کرده نمیتونی مثلا لود فیمیلی از مالی در دروازه هستیم نه لود فیمیلی ببین اینجا هر چقدر که مثلا یک چیز دیگه میگیریم دروازه نمیگیریم
دو هیچ نمیتانی که در جای دروازه باشه یک چیزی یک پیمیلی دیگه لود کنی. میبینی یک مسیج برایت میته cannot load پیمیلی فایلز، به خاطر که پیمیلی دروازه نیستن. اگر از اینمی طریق خیالی برایت گفتیم اونجا میتانی که از هم دروازه باشه هر چیز که باشه میشه. یک جای دیگه هم از سافتویر حالی برایت میگیم که از خود داخل سافتویر هستن. ای که جور شده مثلا این دروازه هستن، ای در سافتویر ای تو سیتاپ شده که تنها لینک به او دروازه هستن، پیمیلی دروازه میشناسن. اینمی را که میگیری مثلا دور هستن، دور ای اگر اینجا لود میکنی تنها او پیمیلی ما ایت فکر میکنیم او کاتگوری که ما جور میکردیم نه در پیمیلی در کاتگوری چی که باشه دروازه او را میشناسه میاره دیگه چیزا نمیاره. این خود سیتاپ چی هستن؟ در سافتویر هستن دیگه. ولی دسیم کولای سیست چه همه آقا تلان نسه راسه انزرت اینجا میتانی در انزرت میری در انزرت اگر بخواهی که یک دفعی برینه اینه در انزرت برین اینجا لود پیمیلی هستن. در لود پیمیلی این کاره که ما چی میکردیم نه حالی یک چند پیمیلی مختلفه که ما میگرفتیم کش میکردیم طرف سافتویر میاوردیم این هم اینجا میشه هر چقدر که میخوای این کنترول بگی اینجا نمیشه که یک فولدر انتخاب کنیم بیاریم. نه فولدر فکر نمیکنم با یک چیز باشه. نه فولدر نمیشه. اگر فولدر میشه خواهی نه اینمی هستن نمیشه باز اوپن میخواه نمیشه. ولی شاید یک چیزی باشه یک اپلیکیشن کسی که جور کرده باشه در اپلیکیشن ها باز ما برایت میگیم که از کجا باید بگیریم. اینم امروز اگر وقت شو ما برایت میگیم اپلیکیشن ها و دیگه چیز که ضرورت. مثلا اگر با یک دفعی میخوایی که بیاری نی دروازه هستن چند رقم هر رقم دروازه که میخوایی اینه کنترول بگی هر چند دروازه که میخوایی خو اوپن برایش بگوین کلش میاد. از اینمی طریقه میتونی پیمیلی مختلف در کاتگوری که هستن بیارش. خو این دو طریقه بود و دیگه طریقه خو برایت گفته بودم نه از خودی چی که میره از خود دور و ویندو اینمی خو بلد هستین دیگه مشکل نده. خو این پیمیلی چیزی که ما پیمیلی داشتیم نه اونمو را آورده میتونیم اینجا اگر یک پیمیلی بکاریتان باشه که هیچ پیشتان نباشه چی رقم از او استفاده میکنیم. مثلا یک چیزی هستن که هیچ نداری در کمپیوتریتان هیچ نیستن باز میشه که یگان ویبسایت ها هستن از اونمو استفاده کنی. مثلا ویبسایت ها اینجا یک چند دانه هستن ما اونجا میاریم برایت میگیم. یکی نمی پیمیلیت هستن چی هست در این میتانی هر چیزا که کار داری خو مثلا اینجا بلاستر هستن بلاستری با ساینین هم فکر میکنیم هیچ ضرورت نداره که ساینین شوی خو اینمی بلاستر هست دیگه کابینیت هستن هر چیزا که میخوایی میشه که اینمی را دانلود کنی. اگر 3D ویویشه میبینی اینجا برایت میگه. خالی اینترنت کمی چی هستن سلو هستن شاید خوب معلوم نشه خب ای که 3D ویویش بیخی زیاد وقت میگیره ما از 3D ویویش میگذاریم دیگه هر وقت که اینمی را باز کردی او دا مارکل چی خلاص که گوره دلتا داونلود در ترازی داونلود برایش میگی خودش داونلود میشه خب اینم اینجا که برایش گفت اینه داونلود شد اینمی پیمیلی داونلود شد. اگر میگه اینه شو این فولدر در این فولدر هستن خب اینمی را میخوایم که حالی در ریویت بیاریم ریویت تان باز کنین اینه بگیرش کشش کنین این عمل بیارش رو برو بیارش هر چیزا که میخوایی که اینجا بیارش
کولای شي چې راوړي دې کې هر شی چې تاسو په کار یې ښه دې کې مثلا کیز ورک دی کالم دی بلسټر دی اکوپمنټ دی خو هر شی چې تاسو په کار یې دلته یې ګورئ راوړي بل ویب سایت دی بیم په نامه این باز خیلی خوب هستن به خاطر که اینجا زیاد او تا آبجکت ها هستن که خود یک کمپانی که جور میکنه اونمو برای چی میکن اینجا پیدا میشه مثلا یک چوکی ما کار داریم اینه چیر برایش نوشته کنی چیر مثلا یک کانتینر کار داشته باشیم کانتینر میپالیم سیست اینه چند رقم چوکی به ما اینجا آمد نه مثلا این چوکی کار داری اینجا کلیک کنی دانلود ابجکت اینجا بعد چی شوی یک دفعه ساین این باشین خب او تو نمیشه یک دفعه ساین این شوین باز میشه و ما ساین این میشیم خو یک کمی وقت میگیره تا وقت اینه ساین این شدیم دایی باید ساین این شوین در جیمیل اگر داشته باشین باز خیلی به سادگی میشه که ساین این شوین این حالی یک دفعه چی هرچی میکنیم باز کانتینر رو میپالیم که اصلا اینجا یا نیستن اینمی چوکی که هست ای را ما دانلود میکنیم دانلود برایش اگر در 3D Studio Max میخوایی اون هستن در اینمی آرک پلاس دیگه سافتویر هستن خو اینجا ما خود ما باید چی پیدا کنیم ریویت پیدا کنیم خو اگر در ریویت چی نکنین باز مشکل هستن که اونجا بیارش این پایل کلادا هم هستن که در لومیان کار میکنه ریویت بپال ریویت خیر است یکی در ریویت نیستن میشه در سکیچاپ دانلودش کنی در سکیچاپ باز از سکیچاپ بیاری در خودی چی در ریویت اوش ای تو کرده میتونی در ورژن 6 یا باید باشه یا یک اپلیکیشن خورد هستن پروم 8 میگه ما تیار داریم در ریویت ما میبینیم باز اونجا بدون یک سکیچاپ داشته باشی میتونی بیاریش تو باشی نمیره میبینیم که ایده چی هستن یا نیست و اگر میخوای که زود پیدا کنی نه اینم اینجا برایش بگوی که تنه و نمو چیزا برایت بگوی که در ریویت باشه خب اینه در ریویت ایره برایش چی کنین تکمار کنین اپلای برایش بگوین حالی کدام آبجکت ها که میان کلش حتما مخصوصی ریویت حتما داره مثلا اینمی چوکی هستن اینه ببین که حالی داره یا نداره ریویت اینه داره سیست اینه ریویت داره اینه نمی ریویت هستن این دانلود کلیک میکنیم که دانلود شد این اینجا دانلود میشه دیگه طریقه آوردن خو برایت گفتیم حالی میریم کانتینر رو میپالیم که هستن یا نیست اگر دایی نباشه دیگه ویبسایت هست ریویت سیتی هستن دو حتما هستن کانتینر شیپینگ کانتینر باید برایش بگویم نه یک کانتینر های دیگه رقم هم او را شیپینگ کانتینر شیپینگ یا شیپینگ یک چیزی نوشته میکنیم که میای یا نمیای کانتینر خب به این هم دایی نیستن خب چی؟ جامبو کانتینر جامبو JMBO ای رقم خدایی اکثر مانوفکچرر پی ملی می پرتا نیستن خیر است دایی نیستن دایی بپال دایی اگر ما
نه حتما کامل هستن داشته باشه. آه. با او خواهد. هستن حتما هست. اگر دی نباشه میشه در دیگه بپالیم. خب در اسکیچ هم فیلم waste and disposal equipment, construction equipment. در سکیچاپ میپالیم سایز. خدایا باز خودتان بپال شاید پیدا شود. خب ما یک چیز دیگه هستن که در سکیچاپ هر چیز پیدا میشه نی. او را 3D warehouse میگه. 3D ای را میخوانیم 3D warehouse های نمی. باز دایی میشه او چیزم کور کنیم که چی رقم در ریویت بیاریم. 3D warehouse اینا در 3D warehouse هر رقم مدل که میخواییم. مثلا کانتینر از پیش که گفتی نی اینا کانتینر اینجا بپال. اینا چه قدر برای تمام این کانتینر هستن. حالی هر یکی کتان اینمی را میگیریم سایز زیاد هستن دیگه. مثلا اینمی را میگیریم اینا دانلودش میکنیم سایز. حالی پرسان میکنن افغانستان. خوی ای را ما اینجا پل میکنیم. language English. یا کانتینر را دانلود میکنیم پیش ای رقم هیچ پرسان نمیگه. حالی کده چیز مشکل شد. خواه یک چیزی برایش میگیم برای خیر است. خب میشه حالی برایش بگیم که حالی دانلود شد سایز. خب نه نمیپم اونجا ما شاید کلیک دیگه جای کرده باشه. خب نه سایز اینمی را دانلود میکنیم. حالی خوی چی را بکنیم این سکرول نمیشه دی. خب اینجا با ما خوب معلوم نمیشه. خب میشه اینمی را چی کنیم؟ خب دانلود کنیم. ای دا چی است؟ سکیچاپ 2018 است. 2017 داره و دیگه پیل کولادا هستن. کولادا دا چی کار میکنه؟ میشه دا لومیان بیاری روبرویش. اگر از ریویت هم میاری میشه که یک دفعه با کولادا ببرین باز دا چی بیارین؟ دا لومیان بیارین. ولی ما اینمی را کار نداریم. ما دا ورژن 2017 ای را دانلود میکنیم سایز. اینا دانلود میشه. یکی اینمی را دا 2017 سکیچاپ اینا ای دوتا ما دانلود کردیم سایز. ببین که چی رقم ما در ریویت میاریم. ای اوپن میکنیم. اینمی را و اینمی ای را از اینجا کاپی میکنیم. اینجا سکیچاپ 1 یک فولدر است در دسکتاپ. ما ای را جور کردیم سکیچاپ 1 برایش گفتیم. این که چرا برایش گفتیم مالی برای معلوم میشه. اگر رو برو اینمی ما میاریم در ریویت کار نمیکنه. ببین خب این ریویت هست. اینجا برین در اینزرت لوت فیمیلی در دسکتاپ این در سکیچاپ 1 نه. ببین اتو دسک اینجا اکسچنج فایل هستن دیگه ریویت فیمیلی هستن و هیچ معلوم نمیشه به خاطر که فایل اسکیچاپ هستن نه هیچ نمی از اینجا. و اگر از اینجا بری امپورت کرد خب از اینجا باز چه مشکل داره. اینجا ببین در دسکتاپ برین سکیچاپ 1 اینجا برایش بگوین سکیچاپ فایل. ببین ما اینمی را میاریم. خب این را اگر حالی اوپن بگوین اوپن نمیشه. cannot open. به خاطر که در ورژن 6 چی نیست نه. ورژن 6 براوزر چند است؟ نمیفهم. ما در سکیچاپ قدر کار نکردیم بلد نیستیم کتشان. مقصد ورژن 6 در این ورژن اگر باشه باز خوب میاد. اگر حالی ما سکیچاپ هم در کامپیوتر نداریم ولی یک رای دیگه هستن حالی میگیم برایتان اینمی میگیم باز میره. خب حالی چی رقم میکنیم؟ اینجا در اد برین
the add اینجا convert revit فامیلی هستن خب to form 8 ده convert SketchUp به ای convert میکنه. این ای را بگیرین، این صفحه برایت باز میشه. این صفحه که باز شد در براوز میری، در براوز او فولدر اول اینمی فایلای SketchUp که هستن اینمی را انتخاب میکنی در اینجا و دیگه converted file اینجا ای فایل دو جایی که کنورت میکنی اونمو فولدر را باید انتخاب کنی. صحیح؟ اون اوکی، اینجا اوکی برایش ببین، اینجا در پروگرس هستن حالی کنورت میکنه. ببین successfully converted into format content. خب ما کنورت کردیم، این را که کنورت کردیم چی رقم میاری؟ import parameter to revit از اینمی میاری، او رقم باز نمیتونی که بیارین. خب این import میگی برایشان د SketchUp د ای اول نمیری، د ای فایلی دو میری. خب اینجا میبینی اکستنشن از SketchUp با AXM تبدیل شده. این را انتخاب میکنی اوپن، حالا کمی صبر کنی که میای یا نمیای. کار خو پیکایی اوز کولای سی چه رویت تا راوڑی. یک فامیلی کمی گرنگ است به خاطر اونمو چی است. حتما اینمی رایش هستن، از اینمی میتونین بیاریش. نه دیگه عمل کار. خب میای ما اینمی را کمی چی میکنیم؟ چی را استاد میکنیم تا وقتی که او میای کمی وقت میگیره. خب باز که آمد کسی که این باز میشنوه دلش تنگ میشه. خب اینجا به ما یک مسیج داد خب که اینمی cannot import geometry cannot import اینمی geometryش که هستن و دیگه گروپ 106 اینمی نامد. این را خیر است اگر اکسپند میکنی اینجا ایرارش پیدا کرده میتونی که مشکل کجا هستن. خب اینمی فایل نتونستیم که بیاریم، ولی اگر هر فایل بخواین میشه که بیاریم. مثلا اگر حالی و دیگه ایشه ببینیم که میایه یا نمیایه. خب اگر و دیگه هم نامد میشه که باز import parameter to revit ای را ورده بودیم نی؟ ولی ای رقم میایه. خب ما هم یک چیزی کلان گرفتیم اینجا بیاریم، یک چوکی میگرفتیم میایه. مقصد ای رقم میشه یا پیش از این که ای خلاص شد یک چوکی چیز را دانلود میکنیم که یک خورد باشه باز اینه که او میایه یا نمیایه. صحیح است؟ اینجا مثلا یک چیر یک اینمی چوکی در 2017 یکی اینمی را دانلود میکنیم. ای خدا کلادار است خیر. یکی اینمی را یکی یعنی به طریقه ما میتونیم مثلا داشته باشیم یک فامیلی بسیار کلان برای دایی میشه سافتور بسازیم. یکی اینمی یکی اینمی را آوردیم نه اینمی شد فایل SketchUp اینمی شد.
ایره کپ تا وقتی که او می همیشه ما اینمی چی را در سر اینمی کار کنیم. خب اونجا چی مصروف هستن نه؟ ریویت که او چی کرده؟ تعلیم مصروف است. خب خیر از ویدیو را ما استاد میکنیم میشده ایمونمو مسیج داد. خب ولی آمده اینجا اگر ببینی اینمی کانتینر هستن. خب آمده شد که پارامترش آمده باشه ولی اون نمو چیزایش که کلی چی که هستن اگر ما اینجا سلکت میکنیم میبینی توتا جدا میشه. اون چی هستن؟ بی کنترل زد میکنیم اینمی دیگه کانتینر هم آمده. اگر ما حالی در پیمیلی در کمپوننت بریم پلیس کمپوننت، اگر حالی در کمپوننت بریم او کانتینر ما چی شد؟ او را کنترل زد خانی هستن سایز اینمی خودش هست یا کمی گرنگ هستن. خب اینمی هستن. خب خوب جای نماندیم دیگه. یا میشه در این براوسر بریم پیمیلی اینجا که آمده باشه باید پیدایش کنیم نه کیبل تری شاید در کدام آمده. خب میشه باز خودتانم بپالین اینجا. این دروازه شد دکت فلور سلاب decorative beam patron pipe fine دیام میشه پیدا کنی و یا اگر سلکت کنین اونجا نامش میانی در پراپرتی اگر برین اینجا سلکت کنیم اینمی هستن. خب فورم 8 گروپ شده جدا آمده. اگر ما اونجا یک کامera چیزی بگیریم یک کامera میگیریم ویو خیر از باز خوب منظمش میکنیم. خب حالی در بین دیوارا جا جا شده کامرا امروز خوب کار نمی در بین دیوالاست. خب ببین حالی معلوم نمیشه نه به خاطر چی معلوم نمیشه و حتما دمس هستن. خب دمس که باشه اینجا ویزیبیلیتی گرافیک است وی جی انتر میکنی در این ویو مس آن کنین مس اینمی ایران شوه اون کانتینر آمد ای دمس جور شده نه میبینی کانتینر آمد ای حالی پارت آورده. خب ما به خاطر از اونجا باسانی وصف کرده نتانستیم که ای باید کلش سلکت کنیم او طرف ببریم. پارت هستن میبینی این یک پارت هستن و دیگه هستن بیخی جدا آورده. یعنی باز به کار میخواید دیگه کیشه کنید میشه که گروپ کنی دیگه او گپی نیستن. اینم اینجا باید میامد. خب اینم اینجا حتما هستن در این پیمیلی که آوردیم حتما اینجا پیدا میشه. میبینی خویی بیخی جدا آمده. خب اینه ببین یکی هستن گروپ هست پیمیلی تایپ 18 ای دروازه اش که هستن بیخی جدا هستن. اگر ای را سلکت کنیم اینمی جدا هستن و دیگه ایتمایش بیخی جدا آمده. سیست خب ولی میشه که بیارش. خب یک چیز دیگه میگیم بس میکنیم اگر میگیم صبح بگویم یا خوب است درس رو میبره چیز شد سیست. خب از این که برای خب اینم اینجا میری یک خو اینجا اتودسک ریویت خود اونمو ویبسایتش که هستن پرودکت هوم پیج هستن پرودکتش که هستن ای را اگر کلیک کنی اونمونجا میری
این را اگر کلیک کنین اینجا باز در خود اینترنت باز میشه. اینمی خود ویبسایتشان یا که چی پرودکت داره، کدام سافتویرها و دیگه گپ هستن. این ریویت اینجا برایت میآید. یک خو اینمی است، ولی ما این را کار نداریم. اگر بخواهی مثلا کارتان زود شوه، اینجا تو دیسک اپ ستور هستن. یگان اپلیکیشن های خرد هستن. اگر وا دانلود کنی در ریویت کتتان باشه، باز خیلی زود کار کرده میتونی. ببین این را ما کلیک میکنیم. زیاد اپلیکیشن ها هستن که اینجا این هر چقدر که میخوایی اینجا اگر در ارکیتکچرال دیزاین میری این را سیلکت کنین. اینجا مثلا اگر در اینویتیشن کار داری اینویتیشن برایش بتین. در ارکیتکچرال دیزاین بیلدینگ پرفورمنس انالیسیس است. اگر پری میخوایی اینجا پری را سیلکت کنین. خودشونمو اپلیکیشن هایی که پری هستن برایت میآید و کلی چیزام تشریح کرده که بخاطر چی هست؟ این روم کلر 3D هستن. در 3D برای روم شاید رنگ کنه، نه رنگ برای نشان بده. فیلتر هستن. اینمی پیلت که هستن. پیلت یا کمی مشکل می باشه در سافتویر که میکنی. نه از طریق سافتویر کار میکنی یا جدا یک اپلیکیشن است که کار میکنی؟ نه یک اپلیکیشن است در داخل سافتویر. یعنی از طریق سافتویر کار میکنی. مثلا اونمو ما نمیفهم که اینجا پروم ایت هستن یا نیست. شاید این نباشه. او را ما که دانلود کردیم از اینترنت فکر میکنیم، از دیگه چیز گرفتیم. اگر ما میگیم مثلا کنورت ریویت پی میلی برایش بگویم، نه دیگه شاید نباشه. پاور پیک پاراتو دیسک is powerful add-on with a wide range of tools and utilities suitable for Revit user of all disciplines including architecture. خو این بازار یکی که بخوانی نه اونجا تشریح کرده که به خاطر چی کار میکنه. In a pipe pick هستن. This tool will bring the speed, accuracy and quality together while modeling and coordinating pipes. وقتی که در پایپ ها کار میکنی در پلامینگ از این استفاده کرده میتونی. MEP ایزی سیکشن. این سیکشن برای حتما جور میکنه یا ایدیت میکنه. سوپر هنگر هستن. خود تا اینجا بس هستن. سایز باز دیگه روز.